روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیا در رشته جودو با برد و باخت و نشاط ناکامی ها به پایان رسید. عضو منتخب جودوی کشور حقنظر نظرов و اکمل مرادов در نیروسنجی های وزن 81 کیلوگرم به ناکامی دچار گشتند. اکمل در دور اول موفق شد و در مرحله بعدی حق اشتراک در مسابقات را از دست داد. در وزن 73 کیلو جودوکار تاجیک سامان محمدبیکov با افضلی بیشتری امتیازها موفقیت را به دست آورده به مرحله نهایی مسابقات راه یافت. در دومین روزی رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیا در رشته جودو سامان محمدبیکov اولین جودوکار تاجیک بود که به میدان برآمد و با عیاش احمد از کشور یمن نیرو سنجید. از آغاز سامان خود را فعالتر نشان داده در نهایت حریف یمنیش را در حالت آسایکامی نگاه داشته دور اول رقابت را با پیروزی به انجام رسانید. در دور دوم این مسابقه رقیب جودوکار تاجیک محمد محمدی از ایران گردید که تاکنون صاحب نشانهای برنجی قهرمانی جهان، بازی‌های آسیا و گراند پری ها شده است. دو جانب رقابتشان طولانی نبود و سامان محمدبیکov این بار هم توانست با نگاه داشتن حریف پرقدرتش در حالت آسایکامی محمدی ایرانی را هم مغلوب نموده به دور نیم نهایی مسابقات راه یابد. در دور نیم نهایی قهرمانی آسیا اقیانوسیا سامان با رقیب دیرینه‌اش ژانسای اسماگولوف به رقابت پرداخت. اسماگولوف که اخیراً در گراند اسلم تاشکند در زینه دوم قرار گرفته بود با سامان در وقت اساسی نیروسنجی غالب را معین نکردند، زیرا همدیگر و اصولهای همدیگر را به خوبی می‌دانند. اسماگولوف بسیار احتیاطکاری کرده صاحب یک آگاهی شده کار به امتیاز طلایی کشیده شد. در وقت علاوگی داده شده هم دو جانب نتوانستند از همدیگر امتیاز ستانند و اسماگولوف که کم فعال بود با گرفتن 3 تنبیه از سوی داور میدان مغلوب دانسته شد و سامان محمدبیکov به فینال قهرمانی آسیا اقیانوسیا برآمده برای نشان طلا مبارزه خواهد کرد. در رقابت برای نشان طلای قهرمانی آسیا اقیانوسیا سامان با ان چنگریم از کشور کره جنوبی اندر میدان رقابت شد. چنگریم سال 2018 عنوان قهرمان جهان را صاحب شده، سال جاری نیز در مسابقه ماسترز دوحه زینه اول را به کسی نداده بود. وی در بشکک هم نشان طلا را از دست نداد، زیرا توانست با امتیاز وزری از سامان ستانیده‌اش عنوان قهرمانی آسیا و اقیانوسیا را به خود اختصاص دهد. سامان محمدبیکov باشد نایب قهرمانی آسیا اقیانوسیا شده به خزینه مدال های تاجیکستان یک مدال نقره افزود. همینطور در زینه های سهم افتخاری این وزن ویکتور سکورتسوف از امارات متحده عربی و کینگ داگ از کشور چین قرار گرفتند. با این نشانش سامان محمدبیکov تاجیکستان را فعلا در بین 29 کشور اشتراکچی در زینه نهم قرار داد. در وزن 81 کیلوگرم دو ورزشکار تاجیک حضور داشتند و اول حقنظر نظرov که در دور اول آزاد بود وارد میدان شده در دور دوم با ورزشکار کشور کره جنوبی لی مون جین نیرو سنجید. حریف او صاحب نشان طلای گراند اسلم ابودابی و مسابقه کشاد آسیا در سال 2019 و جایزه‌دار چمپیونات آسیا بوده. حقنظر در 3 مورد امکان کسب امتیاز وزری را داشت، اما در نهایت پس از آموختن رقیب تاجیکش لی مون جین با یک ضد اصول صاحب یک وزری گردید. در ادامه تلاش‌های حقنظر ثمره نداده، با همین وزری ورزشکار کره جنوبی غالب گردید و ورزشکار تاجیک از ادامه رقابت محروم شد. همچنین در همین وزن جودوکار دیگر تاجیک اکمل مرادov با رباحی خلیل از کشور قطر در دور دوم نیرو سنجید، زیرا او هم در دور اول آزاد بود. رقابت اکمل هم با حریف قطریش مثل رقابت‌های اولی سامان محمدبیکov طولانی نبود و همگی نیم دقیقه بیشتر طول نکشیده. اکمل توانست رباحی را در حالت آسایکامی تا به آخر نگاه داشته صاحب امتیاز ایپان و روانه دور چهارک نهایی گردد. در دور چهارک نهایی اکمل مرادov در مقابل قهرمان سابق جهان به جودو سعید مولایی ایرانی تبار قرار گرفت که تحت پرچم مغولستان برآمد میکند. پس از گذشت 2 دقیقه از رقابت هر دو جانب تنها صاحب یک تنبیهی شدند، اما در ادامه سعید مولایی فعالتر بوده. در نهایت با همان اصول همیشگیش سعید مولایی اکمل مرادov را به تخته پشت زده با امتیاز ایپان غالب گردید.
در دور تسلا بخش باشد اکمل مرادوف با ورزشگری کشوری کره جنوبی لی سونگ ها زور آزمایی کرد. این رقیبش هم جایزه دار گراند سلم و گراند پری ها بوده. پس از گذشت 1 دقیقه از نیروسنجی در ضد اصول لی سونگ ها صاحب امتیازی وزاری گردید. اکمل مرادوف در ادامه تلاش کرد این امتیازی ورزشگری کره جنوبی را جبران نماید، اما در نهایت لی سونگ هو بود که صاحب باز یک امتیازی وزری دیگر شده. در مجموع با امتیازی ایپون اکمل مرادوف را از ادامه رقابت برای نشان محروم کرد. نهایتاً در وزن 81 کیلوگرم برای عنوان قهرمانی این مسابقه ورزشگری کشور میزبان ولادیمیر زولایف و لی مونجین از کشور کره جنوبی نیرو سنجیدند. در وقت اساسی قوا آزمایی دو جانب صاحب دوتایی تنبیه شده، همچنین هر دو جانب هم پس از اجرای اصول صاحب یک امتیازی وزری گردیدند. همینطور وقت اساسی محارب غالب را معین نکرده دو جانب برای امتیازی طلایی تلاش نمودند. با توجه به تلاش فعال زولایف و کم فعالی لی مونجین، داور میدان شیدای سیم را به ورزشگری کشور کره جنوبی داده. ورزشگری قرقیزستان صاحب نشان طلایی این وزن گردید. ضمناً در زینه‌های سیم افتخاری این وزن سعید مولایی از مغولستان و شراف‌الدین بالتبایف از کشور ازبکستان قرار گرفتند. امروز همچنین غالبان دو وزن میان بانوان نیز معین شدند که در وزن 63 کیلوگرم هم بانوی کشور کره جنوبی رقیبش هیکر کاتارینا از کشور استرالیا را با یک امتیازی وزری شکست داده. صاحب نشان طلایی این وزن قهرمانی آسیا اقیانوسیا میانی بانوان شد. نشانهای برنجی این وزن به یانگ جونکیا از کشور چین و بانوی کره جنوبی چا ماخی اختصاص یافت. و نهایتاً در وزن 70 کیلوگرم میان بانوان باشد متنیازه و گلناره از همسایه کشوری ما ازبکستان توانست از عهده ورزشگر بانوی کشور کره جنوبی برآید. دو جانب نیروسنجی شدید انجام داده. پس از گذشت 2.5 دقیقه از نیروسنجی گلناره متنیازه و دومین نشان طلایی این مسابقه را برای ازبکستان به ارمغان آورد. در زینه‌های سیم این وزن کوگلان ایافی از کشور استرالیا و سان شایوکیان از کشور چین قرار گرفتند. همینطور پس از انجام روز دومی رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیا، کره جنوبی با 3 طلا 4 نقره و 3 برنجی در زینه اول، ازبکستان با 2 طلا 1 نقره و 4 برنجی در زینه دوم و کشور چین با 2 طلا و 3 برنجی در سه‌گانه بهترین قرار دارند.